خب من یه بار رفته بودم چه دکتر احمدی و قرار بهم آمپول بزنه، ولی چون من آمپول خیلی میترسیدم باش نشستم یه لحظه حرف زدم، خندیدیم و اونم بهم چند تا منو اذیتم کرد، من مثل همیشه سیاه سوخته و اینجور چیزا گفت. بعد حدیث من انقدر اون بحث کردم تا اون خندش گرفت و بهش گفتم که دکتر احمدی پس دیگه فکر نکنم لازم بشه بعد از اینکه من شما انقدر خندوندم به من آمپول بزنین. بعد اونم قبول کرد و خندید. بعد آره دیگه منم چون همیشه می‌دونستم با دکتر احمدی آدم تو اینقدر راحت حرف بزنه برای همین کار کردم. بعد کلا هم دیگه چون دکتر احمدی میره من خیلی ناراحت شدم، به خاطر اینکه می‌دونم که دکترها دیگه برم دیگه اینقدر نمیشن با من حرف بزنن، بهم آمپولو میزنن. تولدم در شهر ساری، من 1308 متولد شدم. بعد در همون ساری مدرسه رفتم. دبستان و دبیرستان رو، یه بخشی از دبیرستان رو من در ساری طی کردم. از خانواده ثروتمند میام، تاجر بودن، بعضشون خوب بود. شهر ساری دوره دبیرستان ما در زمان رضا شاه بود. سالی دوبار ما رو برای راهنمایی مثلا رضا شاه می آمد برای بازدید ترکمنصحرا و کارخانجاتش در شمال، ما رو می بردن راه پیمایی و برای دیدن ایشون جلوی ایستگاه راهن شهر. اون دوره تقریبا همه طرفدار حکومت که وابسته به اروپا به خصوص آلمان و تقریبا هممون طرفدار انتلکتوال های ایران و ما که بچه بودیم انتلکتوال ایران طرفدار فاشیستا بودن. هیتلر و گورینگ و اینا جزو بحث روزانه‌شون بود. من کلاس 5 بودم، مثل این که شهر در 320 بود یا 4 ابتدایی. خوب یادم از خیلی چیزا. و حکومت باشید و ارتش سرخ آمد در شمال و ارتش انگلستان که بخش زیادیش هندی و نوزیلندی و استرالیایی نبودن، لباساشون از رو لباساشون میشد فهمید آمریکایی ها بودن که کمپ شمال غربی تهران رو اینا اونجا کمپ آمریکایی ها بهشون گفتن. من از یه خانواده گفتم ثروتمند آمدم بیرون و شکل دیگه ای فکر میکردم، دموکرات فکر میکردم نسبت به اون زمان. و خوب یادم میاد بابام وقتی که خیلی آباد شرق میشد از دست من از نظر سیاسی میگفت همه به زبون خیلی ابتدایی همه تبالچی امام حسین شدن، تو شدی تبالچی یزید. به نظر من ایشان یک انسان شایسته است و انسانی است که علی‌رغم مدت زیاد اقامت در خارج از ایران هنوز اون سیستم اخلاقی و فرهنگی ایرانی خودش را حفظ کرده و در زمره افراد کمی هست که با وجود سکونت زیاد در خارج از کشور هنوز هم قلبش برای ایران میتپه، برای ایرانی میتپه و به همین دلیل ما مرتب دیدیم که اضافه بر میزان اون میزان وظیفه‌ای که به عنوان یک پزشک داره اضافه بر اون در مورد ایرانی ها و در مورد هموطنانش همیشه کار میکنه، کار کرده و خواهد کرد به اعتقاد من. و میتونم بگم که ایشان از تبار آرش کمانگیر هاست هنوز و میشه به وجود یه همچین ایرانی با شرف و شایسته‌ای افتخار کرد. در دوران نفت نیروهای چپ به خصوص حزب توده ایران خیلی عظیم وسعت داشت. یعنی در آبادان و اصفهان و مازندران همه جا در
نفوذ عظیمی داشتن حزب توده و اتوماتیک هم ما جوونا به این صف کشیده می شدیم. 23 تیر بزرگترین نمایش سیاسی حزب توده بود. در اون روز بیش از 100,000 نفر یا بیشتر وارد میدان کرد. میتینگایی که با صفهای 20 نفره 10 نفره از میدان فردوسی تا اکباتان ادامه داشت. خیابون اکباتان نزدیک مجلس. این صف خیلی وسیع بود، از سازمان زنان، کارگران، دانشجویان، دیگران. جلوی مجلس تیراندازی شد و در اون روز تعداد وسیعی کشته شدن و زخمی شدن. اونایی که میتینگ میدادن توی میدان بهارستان چند نفرشون هم تیر خوردن، مثل خاشه و خداوندلو، اونا یا مثل که مال سازمان مبارزه با استعمار و خاطرم باشه. و به صف سازمان زنان هم اتفاقا توی خیابون شاهآباد حمله شد، از طرف زحمتکشان خیلی ها رو زخمی کردن. تانک آمد، تانک شرمن آورده بودن وسط خیابون تا شب ادامه داشت. اولین بار گاز اشک‌آور ول کرده بودن توی این میتینگ، خوب یادم میاد. یه روز اومده بودم به سن پیش بچه‌ها که همون روزم اتفاقا من مریض شدم. بچه‌ها گفتم که میخوام برم دکتر. بعد گفتن که یه دکتری هست به نام آقای احمدی که رفتم اونجا نه به قول معروف نه شاینی داشتم، شاین دکتری نه اصلا نداشتم و نه کارت بیمه‌ای داشتم و اینا. بعد رفتم اونجا بهشون گفتم، منو معاینه کرد، بعد دوا و همه چی رو داد بهم و بعد هیچی هم از من نخواست و واسه من خیلی جالب بود. برای اولین بار که می‌دیدمش، اولین برخوردش خیلی خوشم اومد ازش. در سال 1956 من وارد وین شدم. در این شهر 3-4 سال کار سیاسی در واقع کردم. با خوندن یه مقداری زمان، ولی بیشتر کار سیاسی. اولین سازمان دانشجویان بعد از 28 مرداد، اولین سازمان دانشجویان اروپا در وین تشکیل شد. بعد مونیخ که آقای خانبابای تهرانی اینا در اونجا فعالیت داشتن. تا آمدن شاه که با سرایا مثل این که آمده بود برای وین، اونجا دولت اتریش یک سری از همکارای ما رو، یعنی دانشجویان رو و اونایی هم که غیر دانشجو بودن مثل مصطفی لنکرانی و غیر ذالک رو برده بودن توی یک شهر، به اصطلاح اونجا رو اونا رو نگه داشتن تا شاه هست اینها در شهر وین نباشن. و من جزء اون سری از دانشجویان بودم که مستقیم از اونجا منو به آلمان تبعیدم کردن. در واقع من آمدم توی شهر ایرلانگن. در شهر ایرلانگن اینجا هم باز اولین سازمانی رو که تشکیل دادیم با کمک همکارای یا دانشجوهای مونیخ، سازمان ایرلانگن تشکیل شد، سازمان دانشجویی. بعد من توی پارالل با تمام اینا توی کنفدراسیون هم یواشا شروع شده بود. اول فدراسیون آلمان، بعد کنفدراسیون و غیر ذالک فعالیت داشتم. و دیگه من اینجا فعالیت رسما سیاسی در اینجا به این صورت که دست جمعی باشه و اینا نداشتم، چون دیگه اینجا پزشک شده بودم. وارد کار پزشکی شدم. تا سالهای 68 و 69 اینا آقای احمد دانش، همکار عزیز ما، من هم توی سازمان پزشکان وارد شدم. سازمان پزشکان در همین سالها بود که تشکیل شد. تا سالهای آخر چندین کنگره پزشکی در رأس یا جز فعالین سازمان پزشکا بودم. رفتم دکتر احمدی با هم گپ زدیم، با مامانم هم گپ زد. بعد از معاینم کرد، مهربون بود، شکلات داد، دوتا
دکتر چسبم بهم داد. خب شما میتونید تصور بکنید کسی که سالیان دراز میهن خودش ندیده بود، مثل من 19 سال بود که به ایران نرفته بودم. بعد در زمان شاه من در سال 1975 رفتم برای ایران با یک گروه پزشکی که بتونیم در ایران کار کنیم. متاسفانه این امکان رو برای ما به وجود نیاوردن، نخواستن که ما در واقع بیایم ایران. این واقعیتی است. توی این گروه چند دسته بودن، منم یکی از اونایی بودم که رفته بودم. در من وقتی که حساب میکنیم وقتی شاه میره، خب ما با خوشحالی تمامی این صحنه رو برخورد میکردیم که یه اهریمنی رفت ولی بعد دیدیم اهریمن دیگه جاش نشست. این واقعیتی است. به هیچ وجه هیچ نوع احساس خوشحالی برای ما بعداً پیش نیامد. همون روزهای اول انقلاب بود و تمام خوشحالی ما خیلی محدود شد. بعد همه صحنه‌ها برگشت به همون فرم اول، به خیلی بدتر. من در تهران بعد از انقلاب یک بار فقط آمدم، دیگه به ایران نیامدم. دوستان ما بعد از این ماجرای یورش جمهوری اسلامی به نیروهای چپ به طور دربست، خیلی نیروها وارده و نه تنها نیروی چپ، همه نیروها حداقل ضد این حکومت از کشور خارج شد. من به عنوان یه پزشک هومانیست یا اصلا میگم واقعا من کار هومانیستی بود. من هیچ وقت توی صف پزشکی خودم، یعنی در کار پزشکی خودم، صفی رو جلو خودم قرار ندادم. پیش من افسر گارد ارتش شاهنشاهی میاد، بهایی میاد، توده‌ای میاد، مجاهد میاد، فدایی میاد، همه نیروها میان پیش من. من مثل بچه های خودم، مثل برادرای جوانتر خودم با اونا برخورد کردم و سعی کردم که تا اون جایی که ممکنه از این ناراحتی هایی که در دلشون باقی مونده، تا اون جایی که امکان داشتم کمک کردم. و تا چند پیش که کار من دیگه تموم شد و بیماری به من مهلت نداد که بیشتر ادامه بدم و بیشترم نمیدونستم دیگه. سن من الان 66 شده، دیگه از رده خارج شدم. اما برخورد دوستان جوان ما که از ایران خارج شدن برای من شخصا به عنوان یه ایرانی که گفتم به عنوان یه هومانیست برای من خیلی دردآور بود که این بچه ها هنوز نمیتونستن خیلی چیزا رو حل کنن، خیلی مشکلات حل کنن. این محیط رو نمیشناختن اصلا، محیط آلمان رو. من فقط تنها وظیفه‌ای که برای خودم داشتم هم برای سلامتیشون و هم کوشش بکنم که تا اونجایی که ممکنه اون بخشی که از بچه‌هایی که خیلی تیزتر بودن در فراگیری اینا که زبان آلمانی رو خود یاد بگیرن، خودشون رو خودکفا کنن. دکتر احمدی برای من نه فقط یه پزشک معتمده، یه انسان خیلی شریفه که همواره در کنار هموطناش و همچنین در کنار آلمانی های شریف هم قرار گرفته. برای من خاطره دکتر احمدی همواره زنده است و زنده میمونه توی قلبم، به خصوص در رابطه با روزهای سختی که مهاجرت ما توی آلمان شروع شد، چه از طریق کمک‌های پزشکی و درمانی که کرد و چه از طریق کمک برای تهیه خونه، ثبت نام بچه در مدرسه، شناسوندن شهر اسن کشور آلمان به ما، و چه از طریق کمک‌هایی که به ایرانی‌هایی که از اقصا نقاط عالم و به خصوص از ایران میان. خلاصه برای من طرف نداره این شخصیت.